سلام. به دلیل دیدن اشتباه املایی در کلماتی که دو حرف ای آی و آی ای رو در درون خودشون دارن، این آموزش رو براتون آماده کردم. وجود این دو حرف در کلمه تولید صدای لانگ ای یا یه بلند میکنه. برای جلوگیری از اشتباه املایی باید به بودن و یا نبودن حرف سی درست قبل از این دو حرف توجه کنید. به عنوان مثال در کلماتی مانند receipt، receive، ceiling و املای برعکس این دو حرف در کلماتی که قبلشون حرف سی استفاده نشده، مثل کلمه relieve یا relief و reprieve. برای اینکه این قانون یادتون بمونه به املای سی و ای توجه کنید. تقریبا شبیه هم هستن و میتونه آلارمی برای استفاده از حرف ای آی درست بعد از حرف سی باشه. امیدوارم مشکل املاییتون در کلماتی که از این دو حرف تشکیل شدن حل شده باشه. موفق باشید. If you find my post helpful, please don't forget to like, comment and share with your friends. Also save so you can go with them and revise.